به نام یاد خدای مهربان. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هموطنان. امید که جور صحتمند سر حال باشین، در هر جای دنیا که هستین خوش و آرام باشین. قسمی که شما ما روش می‌بینید مو در یک جای بسیار خرابه که خوار از مو خیلی مدت میشه بلدی از مو زنگ میزده که نیاز به کمک هموطنا داره. مو شما بین واسطش یک ویدیو از مو بگیرین که مردم کمک کنه بلدی ما فعلا ما دادن دروازه امزو آقایم آدرس خود دیده باشه که چخچخ کنی خانه است. یعنی آقای خوبی؟ شکر. شما بخیره؟ اولادایت خوبه؟ شکر. خدا شکر. آقای بخشش باشه. چند مدتی تو ولد از مو زنگ میزدی دیگه از مو فرصت نشد که بای پالوی تو. چی مشکل داری آقای؟ مشکل از من کمر میاد. کمر تو درد نه؟ کدام مشکل دیگه یا مشکل دیگه؟ دیگه. باز چند اولاد داری؟ 3 دانه. شوی تو کجا کار آقای؟ ها؟ شوی تو دیگه جای؟ شوی ما در کو کار میکرد. شیم کو کار میکرد دیگه اون کمرش درد نه پایش درد نه در کو دیگه رفتم نمیتونه از خاطر شرایطم سیر نیه. اگر بودم سامان که بلشه و نه دوستو تک جا میشه دادم. آقای شویز گشتن نمیتونید؟ نه ما این 4 بار گشتم من تو سفش میگشتم در گشت درد نمیکرد در این تو خواب میکرد یا 6 تا ازیاد میکرد بدش یعنی 4 ماش ده مثل بر قلند کران میدیا دیگه تزریق گلی دیگه میشه مگلازه از خیلی ازیاد میشه نال در گشتم درد نه گشتم دیگه گشتن نمیتونم دکتر که مورم رخشم مورم در رخشم خیلی عذاب میشه دیگه دم رسید رخشه رستل جنم مورم در دکتر دیگه تزریق گلی کرختی گلی نباشد شد دیگه نمیتونم. آقای چند اولاد دارین شما؟ 3 دانه. بس اولادش چند ساله؟ کچه بچیم 13 ساله دختر 11 بچه رزن داود لیده دیگه اولا اسکول مورست چند چیزا مورد؟ اسکول نموره اسکول چه دروغ داریم اسکول نموره ندارم اسکول را یکنیم چند اسکول نموره. چند مدت میشه این مشکل کمر است؟ 7 سال میشه. باز دکتر رفتین شما؟ خیلی دکتر رفتم دکتر نمانده دیگه که من نرفتش برای چی من رفتم مثلا کتر ما گشتم دیگه که مورون دیگه زاولا که مگوتی باید ابریشن کسا مگو یک ما پیش که رفتم تو بوری مارین که مارین گینش که مو سوپر تک دیگه بخشتیش داد قبول نکرد تو بور نو بگر نو رفته گرفته یا مگو بنده از بین رفته تو باید ابریشن کنی دیگه در ورزش هم در خمینی یک ماشت رفتم پیسیخ گرفت دیگه کار نداد بتر شدم دیگه نالی دیگه چند خدر تو زن بزدم تو وقت نتنسته دیگه بخشش باشه وقت نشد باید خوارو و بیرارو و مادرها دیگه باید دیس از مر بگیره که کمک از مر کنم اول خدا دوی ماما دیگه که ما سرپایش نمزم زوستان خو بلچنم خوار اگر مادر نباشد زوستو چه تربیه بگیره یا احساس تنهاییم نه دیگه نه اگر ما که گریه کنیم یا خطو هم جمع میشه دیگه گوشیم گریه نه دیگه چیز کار کنی چاره ناچاره تا آدم مجبور نباشه کاران نه دیگه آدم ما مجبوریم دیگه ندارم که از استاد اسکول دایخنم گرده بسته شیم دویم دیگه ندارم که ما علاج کنم علاج تو کم نیه که در کراچی که رفتم تو 12 لک در ما باید ما آبریشن اینجا هم که 2 دفعه در بازار رفتم گفته تو باید 6 لک در ما باید ما آبریشن بی خرج باش خود باز در آبریشن گفته که نتیجه میدیه؟ اویش گفت دانش خدای دیگه اویش گفت ما زنبراری نمیشه خب موشی یا نمیشه دیگه اگه آبریشن بکنی دیگه فلج دیگه خلاص دیگه امتیازی که کرن میدیه قدر نه یه بنده نوسای مارنج تو خوب در چی اندازه یه بنده گفته سیاش ده دیگه گفتی حالا که مگه تو باید چای نخری تو قدم ما جوش بدی شب روزم دولت بریخت باشد که چای موقف که ما رو چی که بنده سیاش ده مشکل کمر است تو 7 سال گفتی یا؟ 7 سال شد ما دچارم زی دردم دیگه اگه این نقصارم میدیده ما بخدیم زی گل دیگه خواهدن هموطنان عزیز قسمی که شما شنیدیم در کشور پاکستان بیکاری مثل از یک طرف دیگه یک مادره مشکلی دیگه کمر داره دکتر بلدیش گفته اگر مثلا ابریشن نشنی فلج میشی
شرخیش خانه سر یک مادره، اگر مادر نباشه خانه از بین موره دیگه، چی اولاد و چی خانواده دیگه. مادر شما نشان بدینم او ورقه خیر. همتنا سلکن امی دیکس کمر زی بخیم یک استخوان زی بخیم کج شده در چی من فهمیدم میشه خود سه دیگه. ما به عنوان یک خواهر از شما عزیزا خواهش نم که دیست از خواهر از ما بگیرین، بی خواهر از ما کمک کن تا یک مادر سرپایش نه و از اولادش نگهداری کنه. آقای فلان من کجا است مرد که تو مثلا چیز کار منه فلان که دکو کار نه در این چیز کار منه اینجا بیکاره دیگه. بیکار؟ بیکاره. و از مرد که خود چی خوبه؟ نه خوب کجایا، پایش درد نه، کمرش درد نه دیگه. او مزمه بتر دیگه. او نلگو دکو بره دیگه. خود خبرت شرایط دیگه از کوب تام نه دیگه. رفتن نمیتونه، خاطر از من رفتن نمیتونه. اگر بره از استاد جا میشه اونو است که دیگه گونه باشد من کار نمیتونم دیگه. از اینکه ما خود ولشیو نمیتونم از استاد چی رقم تو میتونم دیگه. بیکاره دیگه. کمرش درد نه، پایش درد نه دیگه. بیکار در خانمانده دیگه. آقای جان شما تشویش نکید، انشالله خوب میشین دیگه، سرپای میشین، سر اولادای خستاد میشین. ما به عنوان یک مادر که خود مادرم از شما همتنا خواهش نم که لیست از این مادر را بگیرین تا این خوب شنه دیگه. یک مثال است که بگه قطره قطره دریا شود. یک روپای جمع کن تا این مادر تداویش نه مثلا خوب شده، سر اولادای خوب باید، اولادایش در اسکول بره، درس خوب بخونه، داینده اولادای خوب بشنه دیگه. ما کسته شماره آقای را میلم، شماره واتساپ شده و شماره خود گم. هر کس که داخل پاکستانه اگر مثلا آدرس زی آقای را از مو خواستک، مو آدرس زی آقای را میدی، اگر کمک داشت خانهش یا مثلا بیره. کسایی که خارج از پاکستانه میتونه که کمک کنه، کمکش به طور شفاف بلدی آقای مرسنی دیگه. ما شما خواهش نم که دیست از آقای را حتما بگیرید. خب آقای شما اینا بلدی بیننده ها چیز گفتینی داریم؟ ما خورجان خواهش نم از دوستا که من کمکش نه، ما سرپایش نم دیگه. ما در 3 اولادم وقت پیرم نیم وقت چیزم نیم که ما کیارم پلرچ نم یا از پای بومنم. خیلی سخته در من، خیلی گروه از اوستان یتیم میشه دیگه. دفعه که مادر که نباشد دیگه اولاد به درد نمیخوره دیگه. یک پدر چیز کار میکنه دیگه. اگه که درد مکلویا که میشیم قد خود گریم نم دوستان هم جمع میشه گریه نه. مرد که دو خوشک مرد نه دیگه نمیتونه دیگه. چیز که بود مصرف بودم دیگه واسه نمیرسه دیگه. هیچ چیز ندارم دیگه. باید دوستا باید خانه ما زندگی ما توخ نه دیگه. در مجبوری زندگی منی دیگه. خورجان مجبوری نباشه دیگه. کارا قدر خوب آدم دیگه. نالم دوستا خواهش منم دیست از من بگیره. همیشه دعا گویش هم هستم، دعا منم دیگه. اگر ما سر پایشنم بیشتر خوندی نه دیگه. خود ما نقص دازاب و 7 سال خورجان خیلی سخت، خیلی گروی 7 سال من درد کشیدم. خواه خشتر شدم مکستن دوستان به چارگاه یتیم لیکن دیگه گوشم جمع میشه سرویه میشه دیگه. آخر که نمیشه مجبورم که گولی بخورم دیگه و پرقود میشه دیگه. زوزات دیگه هستم باز وقتا گوش نخواهم و را باز وقتا سرشلخشم ده بخم زوا میشم دیگه. خواهش منم از دوستا برارو که من کمکش نم و سرپایش نم زوستان خوزکل رایی کنم داینم زو از گردون خوادا کنم دیگه. این مست گفتی نیدرم خورجان انشالله حتما کمک نمتونه. خب بخشش باش آقای ما یادم رفته که امی خانه کشمو بشین از خود یا کرایه یا چی رقمی؟ نه خورجان کرایه ما از خود نیایی. ما همه چند کرایه میدین شما؟ در ماه 12,000 کرایه میدیم. گایزم نداره دیگه. امورا 12,000 کم نکرد دیگه. شکسالی که 12,000 کم نکرد دیگه. گایمیز نداره منجسته دیگه.
سرپناه است دیگه و خانه چنیه خوبه دیگه مجبورم دیگه و خانه زیاد پیدا میشه که ما دیده نمیتونم کرایش دیگه این جست دیگه گایز میز ندارم و پیکنیک را پول نمیدیم دیگه میخونه دیگه. خب هموطنان عزیز شما درد دیروزی مادر را شنیدین که مادر چیز گفت. خیلی مشکلات زیاد روبروی مادر دیگه. حتما دیست مادر را بگیرین. برنامه داخل رسته. تشکرین مسئول شما. امیدوارم که امور حمایت کنید. لایک سابسکرایب یا چیم نره دیگه. موفق باشین تا برنامه بعدی را. خدا نگهدار.